سلام و وقت بخیر. بنده محمد رضا دلداری هستم. توی این ویدیو قرار HTML و CSS را بهتون آموزش بدم به صورت مبتدی و پروژه محور. خب اول اینکه HTML چیه؟ HTML یه زبان نشانه گذاریه که برای ایجاد ساختار یا قالب صفحات وب استفاده میشه. و اما CSS چیه؟ CSS یه زبان استایل دهی که برای زیبایی یا صفحه آرایی و چیدمان وبسایت استفاده میشه. خب ما قرار این پروژه رو بزنیم و با هم HTML CSS رو یاد بگیریم. خب برای ایجاد یه پروژه جدید اول کلیک راست میکنیم، یه فولدر میسازیم. وارد فولدر که شدیم کلیک میکنیم اینجا و cmd رو تایپ میکنیم، اینتر. و اینجا که اومدیم کد فاصله نقطه رو می نویسیم و وارد VS کد میشیم. خب الان ما یه پروژه جدید ساختیم. خب اینجا یه فایل میسازیم، اسمش رو میذاریم home.html. خب این .html پسوند فایل HTML. خب اینجا ما علامت تعجب رو که بزنیم کدای اولیه HTML رو واسمون بالا میاره. خب ما به اینا نیازی نداریم. خب اینا رو پاک میکنیم، اینم پاک میکنیم. خب ما کل کدامونو توی بادی می نویسیم. خب برای کار با HTML CSS ما باید اکستنشن لایو سرور رو نصب کنیم. خب اینجا میزنیم لایو، اینجا خودش بالا میاره. خب من این لایو سرور رو نصب دارم. واسه شمایی که مثلا نصب ندارین یا اگه نصب دارین که این میزنه یونیستال، اگه هم که نصب ندارین میزنه اینستال رو بزنیم و نصبش کنیم. خب میایم اینجا. خب برای نوشتن متن‌های HTML از تگ‌ها استفاده میکنیم که این تگ‌ها تگ‌های H1 هستن، H1 تا H6 هست. خب این H1 برای سربرگ ها و تیترا استفاده میشه. خب تگای P که ما اینجا از تگ P استفاده میکنیم، این تگ P. خب و هر تگ شامل باز و بسته است که تگ پی باز و بسته است و بعضی تگ ها هستن که فقط بازن یعنی بسته نیستن. خب توی تگ پی هرچی بنویسیم و اینجا بزنیم گو لایو، اینجا اون چاپ میکنم. خب بیاین ببینیم پروژهمون. خب ما تو این پروژه 4 تا عکس استفاده میکنیم در کل. این 3 تا عکس قابلیت کلیک کردن رو دارن و مثلا روی فیسبوک بزنیم میریم واسه وارد صفحه فیسبوکتون میشین و اینجا اینستا بزنین روش میریم وارد صفحه اینستاتون میشین و اینجا هم یوتیوب بزنین وارد صفحه یوتیوب یا همون جایی که بهش آدرس دادین میشین. خب ما برای اینکه یک تصویری رو وارد کنیم میایم
اضافی ها رو میبندیم. خب میایم توی این فولدری که فایلمون داخلش هست یه فولدر میسازیم. خب اسمش رو میذاریم ایمیج. خب عکسایی که نیاز داریم و میریزیم داخلش. خب اینجا میذاریم. آره دیگه. خب بعد میایم تو وی اس کدمون. خب چی که الان نیاز نداریم پاکش میکنیم. خب اینجا که این تگ ایمیج رو زدیم میایم این عکسمون رو وارد میکنیم. اون عکسی که به اصطلاح این عکسمون رو وارد میکنیم. خب الان میبینی که کل صفحه رو گرفته و خیلی بزرگه. ما میایم به عکسمون استایل میدیم که استایل رو باید با CSS بدیم. خب میتونیم از 3 روش از CSS استفاده کنیم. روش اکسترنال خارجی، اینترنال داخلی، اینلاین درون خطی. اول از روش اینلاین استفاده میکنیم که درون خطیه و توی تگ ایمیج میایم استایل میدیم. خب ویت 100 پیکسل. خب الان میبینیم که اعمال شد اینجا. خب روش بعدی که میخوایم انجام بدیم روش اینترنال یا داخلی هست. خب اینجا این کدامون رو پاک میکنیم و میریم سراغ خب برای انجام روش اینترنال میایم توی تگ هد یک تگ استایل باز میکنیم. خب اینجا برای اینکه کدای CSS مون رو بنویسیم باید تگ ایمیج رو سلکت کنیم و ما برای سلکت کردن 3 روش داریم. یکی این که بیایم اینجا توی تگ استایل بنویسیم ایمیج، بعد بیایم بهش حالا استایل بدیم دیگه، مثلا 100 پیکسل. خب یکی این روش که دیدیم اعمال شد. یکی روش بعدی اینی که به ایمیجمون کلاس بدیم. خب میایم ایمیج کلاس. خب اسم کلاسمون رو میذاریم مثلا محمد. خب اینجا توی استایل میزنیم
دات محمد. خب الان میایم بهش استایل میدیم، مثلا ویت. برای انتخاب کردن کلاس باید این قبل از اسم کلاسمون یه نقطه بذاریم، نقطه اسم کلاس. بعد دیگه میایم اینجا هرچی دوباره 100. حالا برای که تکراری نباشه 100 میایم 80 میذاریم، 80 پیکسل. خب میبینیم که اینم باز درسته. خب روش سوم اینه که بیایم به ایمیجمون آیدی بدیم. خب به ایمیجمون آیدی بدیم. خب یه لحظه اینو درستش کنیم. خب آیدی میدیم، اسم این هم میذاریم محمد. خب این دفعه برای اینکه آیدیمون رو انتخاب کنیم میایم بهش هشتگ میدیم، هشتگ محمد. خب الان اینجا هم بهش استایل میدیم، جو دیگه حالا بیا بهش هایت بدیم، مثلا 50 پیکسل. خب میبینید که اینم باز درسته. خب یعنی خیلی کوچیک شد. اینم از 3 تا روش سلکت کردن. و یه نکته اینه که آیدی منحصر به فرده و نمیتونیم مثلا توی تگ پی استفاده کنیم و کلاس منحصر به فرد نیست، میتونیم توی چند تا تگ استفاده کنیم. خب تا الان 2 تا روش استایل دهی و CSS رو یاد گرفتیم. اولی درون خطی، دومی میشه اینترنال یا داخلی که این بود و با هم انجامش دادیم. الان بریم سومیش هم یاد بگیریم. سومی میایم یه فایل میسازیم، مثلا اسمش home.css. خب پسوند CSS هم همین .css. خب ما الان این توی روش سوم میریم اینجا به HTML مون لینک فایل CSS مون رو میدیم. خب میایم اینجا مینویسیم لینک. خب بعد میزنیم مثلا home.css، آدرس این فایل CSS مون رو به HTML اضافه کردیم. و بعد بچه ها این که توی پروژه های اصلی و واقعی از این روش اکسترنال یا خارجی استفاده میشه و از روش اینلاین و اون داخلی استفاده نمی کنن برای چیز. خب تا الان یه توضیحات لازم رو دادم و بریم سراغ پروژه‌مون. خب میایم توی فایل CSS مون میزنیم بادی. خب بچه ها بادی شامل کل پروژه میشه و هر چیزی که داخل این تگ باشه رو شامل میشه. خب الان ما میخوایم به بادیمون بک‌گراند کالر بدیم، بک‌گراند کالر. خب رنگشم
رنگشم این بزنیم. حالا وایس یه رنگ خوب بذار همون باشه. خب این رنگ میذاریم. میبینیم که اینجا بک‌گراند کالرش رنگش عوض شد. خب الان بک‌گراند که دادیم، بیایم بهش فونت هم بدیم که قشنگتر بشه. خوب این فونت هم بهش دادیم. خب ما باید بیایم به تگ ایمیجمون یک کلاس بدیم. خب کلاس بدیم. اسم کلاسمون رو میذاریم لوگو. خب بریم به ایمیجمون استایل بدیم. خب میزنیم دات لوگو. اول بهش یه اندازه میدیم، ویت 150 پیکسل. خب بعد بیایم بهش یه دیسپلی بدیم. و بعدش هم یه مارجین بدیم. خب مارجینش هم بذاریم اوتو. مارجین اوتو یعنی این عکسه میاد خودش وسط، مثلا از این ور بهش مثلا 20 پیکسل فاصله داده، از این ور هم بهش 20 پیکسل فاصله میده. واسه همین اوتو میذاریم که بیاد وسط و قشنگتر بشه. خب من یه توضیح درباره مارجین و بوردر و پدینگ بهتون بدم. خب میاییم روی تصویرمون کلیک راست میکنیم، بعد میزنیم اینسپکت. خب بعد اینجا که میاییم واسمون میاره مارجین، بوردر و پدینگ. خب مارجین و بوردر و پدینگ هر عنصر توی HTML شامل یه مارجین، بوردر و پدینگ. اینا برای چیدمان عنصرهای HTML استفاده میشه که مارجین خارجی ترینشه. بعد یعنی از بیرون میتونیم بهش چیدمان بدیم. بوردر و پدینگ هم از داخل. خوب در طول انجام پروژه اینا و کاربرداشو میبینین. خب الان بهش یه بوردر بدیم ببینیم با هم. خب چند پیکسل؟ 2 پیکسل میذاریم. اندازش نوعش هم بذاریم داتد و رنگش هم بذاریم مثلا خاکستری گری. خب
خب بعدش بهش یه بوردر رادیوس. خب این بوردر رادیوس میاد این حاشیه های عکسمونو میاد واسمون خمیده میکنه، گرد تور میکنه. خب چقدر بدیم بهش؟ حالا 50%. خب این زیاد شد، خوبشه، همینقدر خوبه. خب الان بیایم دیگه این نوشته و اون متنش رو بنویسیم. خب از تگ H1 استفاده میکنیم. خب اینجا H1 میایم اسممون رو مینویسیم، مثلا محمد رضا، مثلا دلداری. خب بعد بیایم بهش کلاس هم بدیم که بتونیم بهش استایل بدیم و قشنگش کنیم. خب کلاس میدیم، کلاس اسمش هم بذاریم تایتل. خب بریم استایلش هم بهش بدیم. خب دات تایتل. خب بیایم بهش یه تکس الاین بدیم سنتر. این تکس الاین سنتر میاد میگه که مثلا متن تو بره وسط. خب اینکه اعمال نمیشه اینجا اسمش رو اشتباه زدیم و بله قشنگ میاد وسط. خب بهش مارجین بدیم، مارجینش رو بذاریم 20 پیکسل. اوکی. خب بعد دیگه بهش فونت بدیم، فونت سایز. خب چقدر باشه؟ 25 پیکسل. آره خوبه. خب دیگه ویت بدیم 200 حالا 20 پیکسل. خب بهش یه بوردر با تومن بدیم. خب چند پیکسل باشه؟ 5 پیکسل. خب طرحش نوعش چی باشه؟ سود. خب رنگش هم خاکستری باشه، گری. آره خوب شد. خب بچه ها من یه چی متوجه شدم، این ویتو برداریم بهتره چون این بحث مینیمایز هست و
اینجا که بگیری اینو بکشی، حالا اگه اومد آره نگاه کن این الان نیمه. الان اینو پاک کنیم خیلی قشنگتر میشه. هرچی هم اینو بخوای بکشی بازم سر جاشه، ولی اون اومده بود خیلی بد شده بود. خب الان باید بیایم به کل تگای HTML مون یه تگ دایو اضافه کن، دایو یا دیو. خب تگ دیو در HTML برای گروه بندی و سازماندهی عنصرها در صفحه استفاده میشه. مثلا میتونیم به تگ دیو کلاس بدیم، به تمام تگ های داخل تگ دیو اعمال میشه که الان همین کار رو انجام میدیم. خب بیایم اینو درستش کنیم. تگ دیو خوب اینو باید پاکش کنیم. درست شد. خب الان بیایم به تگ دیومون یک کلاس بدیم. کلاس اسمشو بذاریم contain. خب الان میایم اینجا بهش داد کن. خب اینو کپی کنیم. خب الان درست. الان میخوایم یه کاری کنیم که پشت این متن و عکس یه کاور بیاد که انگار از بک‌گراند جداست، انگار اینا روی صفحه دیگه هستن. خب بهش یه ویت بدیم. ویتمون چقدر باشه؟ 500 پیکسل. درست. خب بعد یه هایت هم بدیم. هایتمون هم بدیم 400 پیکسل. خب دیگه چی بدیم؟ دیگه بک‌گراند کالرش رو بدیم. بک‌گراند کالرش چه رنگی باشه؟ وایسه یه رنگ خوب پیدا میشه. وایسیم چطور حالا بعد تغییرش میدیم. خب دیگه چی بدیم بهش؟ که مارجینش اتو باشه. خوب
مارژین تاپش 80 پیکسل باشه. خب دیگه یه پدینگ هم بهش بدیم، پدینگش هم 25 پیکسل. خب بیام این رنگ اینو تغییر بدیم بهتر بشه. خب ببینیم، نه خوب نشد، سفید تر باید بشه. خب یه ذره بهترش کنیم. خب الان بهتر شد. خوب پدینگش هم که اوکیه، دیگه بریم یه باکس شادو بدیم که وقتی این پشتش انگار سایه افتاد، خیلی قشنگ میشه. 0.15 پیکسل. رنگشم بکنیم گری. خب رنگش هم خوب شد. خب الان بهش بورد رادیوس هم بدیم. بورد رادیوس چقدر باشه؟ 10 پیکسل. خوبه. خب اینو الان یه ذره بکشیم. لج کردیم. خب همینجا میبینی خیلی قشنگ شده. خب الان دیگه باید اینجا اون 3 تا عکسو وارد کنیم. اینستا، فیسبوک و یوتیوب بود. بعد اینجا یه نوشته هم داشت که من لطفا منو در سوشال میدیا دنبال کنید. بعد باید با تگ پی اینو بنویسیم. خب اینم بنویسیم. خب الان این متنو بنویسیم. پلیز. خب متنو که وارد کردیم میایم بهش کلاس میدیم. کلاس، اسم کلاس رو میذاریم دسک. خب الان میریم داخل CSS میزنیم دات دسک. خب الان بهش یه سنتر درست خب
یه بکگراند کالر این بکگراند کالرش. خب الان یه تگ دیو میذاریم که 3 تا عکس رو توش قرار بدیم. خب تگای دایو بسازیم. خب این تگ دیو. خب الان 3 تا تگ ایمیج هم بسازیم واسه 3 تا ایمیج. خب اینجا ایمیج فیسبوک. خب ایمیج خب اینستاگرام. ایمیج یوتیوب. خب الان عکسامون هم انتخاب کردیم و به جایی که بیایم به تک تکشون کلاس بدیم به یه دیو یه کلاس میدیم، اسمشو میذاریم ایمیج. خب الان میایم اینجا و بهشون استایل میدیم. دوت ایمیج. خب الان بهش یه ویت بدیم. ویت چند پیکسل خوبه؟ 60 پیکسل. خب دیگه یه هایت 60 پیکسل. خب دیگه یه مارجین اوتو. خب میایم این هایتش رو پاک میکنیم. خب به جاش بکگراند. خب بکگراند کالرش رو چی بریم خوبه؟ خب این خوبه. خب بکگراند کالر. خب به جای مارجینم باید تکس الهایت سنتر بهش میریم. خب اینجا میایم این هایتش رو اوکی میکنیم 60
پیکسل. خب عالی. رنگش یه ذره چیزه. خب رنگش هم خوب شد. خب میریم. خب اینجا برای که 3 تا عکسمونو اینجا قرار بدیم، میایم از کلاس ایمیج عکس‌ها رو انتخاب کنیم و بهشون عرض و ارتفاع میدیم. خب یه دات ایمیج. خب ایمیج. خب اینجا بهش یه ویت میدیم، ویت 60 پیکسل. خب دیگه یه هایت هم 60 پیکسل. بعد مارجینم، خب مارجینش هم بذاریم اوتو. خب خیلی خوب. بله. خب الان برای اینکه این عکسامون قابل کلیک کردن باشن، اونا رو توی تگ A قرار میدیم. خب تگ A. خب خب اینا رو بندازیم توی تگ A. خب تگ A قابلیت لینک دادن داره. خب و الان اگه بیایم روی این عکس ها رو دقت کنین، این نشانگرم رو میارم روی اینا، میتونم کلیک کنم. خب الان اگه ما روی اینا کلیک کنیم هیچ اتفاقی نمیافته، چون اینجا بهشون لینک ندادیم. و اگه اینجا لینک بدیم، این موقعی که کلیک میکنیم وارد سایت مورد نظرمون میشه، همون سایتی که اینجا بهش لینک دادیم. خب که میزنیم دات فیسبوک دات کام. خب چه میزنیم دات اینستاگرام. instagram.com. youtube.com. خب
اینجا که کلیک کنیم وارد این سایت ها میشه و دیگه چیزی نمونده و پروژه ما تکمیل شد. این هم از پروژه نهایی که با هم تونستیم بزنیم. خیلی ممنون.